امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیتی تاجیکستان از رهبری مجمع تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمع میگویند مالکان روس و قزاق مرکزی تجارتی دیگر نخواستند عظیموف رهبری این مؤسسه باشد. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده روس آزیا اینوست مالک مجمع تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت امیرقل عظیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این همصحبت رادیوی آزادی گفت عظیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عظیموف را قطع کردند. این مسئول روس آزیا اینوست اسم رهبری نوی مجمع تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است. امیرقل عظیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمع تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی‌های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشوف واگذار شد. اسم آکوشوف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس آزیا اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49% آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت میگذشت، ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیم به صاحبکاری قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدالوف داماد عظیموف بود. نیازبدالوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیا برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عظیموف روز 22 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجع نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک 1 سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدالوف امیرقل عظیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چه نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پره آموختن نتوانست. این در حالی است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک ژنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افزود با گذشت وقت حقیقت آشکار می شود. ولی با گذشت 1 سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته میشد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف میگوید بعد ختم کار در مجمع پایتخت در حلقه عائله دوره پیر میراند.